وقتی یه زن تصمیم میگیره چیزی بسازه فقط به خودش فکر نمیکنه، چون میدونه زیبایی واقعی وقتی با هم تقسیم میشه قدرتمندتره. شروع همیشه یه حس متفاوتیه. میدونی مسیر چالش هم داره، اما تو قدرتت رو از تمام زنان و دختران قدرتمند به ارث بردی. وقتی دستهامون رو به هم میدیم آینده‌ای روشن میسازیم، جایی که لبخندها رو با هم تجربه میکنیم و همه شادیها رو کنار هم جشن میگیریم، جایی که زیبایی همدیگر رو تحسین میکنیم، نه برای رقابت بلکه برای قدرتمند کردن هم، جایی که هر زن بخشی از یک خانواده بزرگ میشه. من میخوام این امید رو به قلبت برسونم. تو تنها نیستی، ما با همیم و شادی‌های بزرگتری میسازیم. ما بخشی از زنان قدرتمند این سرزمینیم.